خب دوستان بریم سراغ درس امروزمون. درس امروز در مورد فامیلی تری هست. یاد به طور کلی فامیلی به معنی خانواده و فامیلی تری که اینجا داریم به معنای شجره نامه یا درخت خانوادگی در واقع. درخت خانوادگی چیه؟ درختیه که حالا نموداره، حالت نموداریه و باش نسبت‌های خانوادگی رو میشه نشون داد. کیا با کیا درجه 1 و درجه 2 به این صورت. این فامیلی تری رو بچه ها نگاه کنین. من میخوام با استفاده از این فامیلی تری به شما نسبت‌های خونی یا نسبت‌های خانوادگی رو یاد بدم. با فرض اینکه من اینجا باشم، من اینجا. بریم سراغ لغت‌هاش. اینجا کیه؟ brother TH صدای زی نوک زبونی میده. برادر. این طرف چی داریم؟ sister به معنای خواهر. حالا خواهره 2 تا بچه داره. یکی از بچه ها پسره، یکیشون دختره. توی فارسی ما میگیم خواهرزاده و برادرزاده. این کلمه رو که میگیم مشخصه که بچه خواهرمونه یا بچه برادرمونه، اما جنسیت خود بچه رو مشخص نمی کنیم. توی انگلیسی کلمه‌ای که به کار میبرن برمیگرده به جنسیت خود بچهه و مشخص نیست حالا شما بچه خواهرته یا برادرته. ببینید کلمه نیس به معنای دختر خواهر یا دختر برادر هست. خب جنسیت خود بچه فقط مشخصه که دختره. و نفیو PH رو قبلا خوندیم صدای ف میده. نفیو به معنای پسر خواهر یا پسر برادره. خب برگردیم دوباره اونجایی که می بود. بریم بالاتر. father به معنای پدر و mother دوتایشون TH که صدای زی نوک زبونی میده. پدر و مادر. میدونین که به جای father میتونیم dad هم بگیم. dad به معنی بابا، صمیمی‌تره. dad یا ددی مثل حالت بابایی خودمون. و به جای mother میتونیم بگیم mom یا مامی. دیکتاشو براتون میفرستم توی گروه. اونم به معنی مثلا مامانه. حالا mother به معنی مادره. خب کلمه بعدی uncle. اولا صدای که از ته حلق من میاد. uncle. و دوم این که این کلمه صدای که و ل به هم نچسبیده توش. uncle نمیگم. uncle. این کلمه 4 تا معنی داره بچه. معمولا دایی و عموش رو همه میدونیم. uncle به معنی دایی هست، به معنی عمو هست، به معنی شوهر خاله هست، شوهر عمه هم هست. هر 4 تا معنی رو میده. دیگه خودشون اونا راحت میکنن یه کلمه استفاده میکنن. بیایم این سمت ببینیم این 2 تا با هم ارتباط دارن. خواهر برادر از یه پدر و مادر. این میشه آنتی برای من. آنتی یا آنت. ای آخرش رو میتونم حذف کنم. آنتی یه حالت بچگونه تر داره. مثلا بچهای مهد کودک به مربیاشون اونجا میگن آنتی یا همون خاله. معنی خاله میده، عمه میده، زندایی میده، زنمو هم میده. اما حالا با توجه به این فامیلی تری که با پدر من رابطه خونی داره میشه عمه. خب بریم بالاتر. grandfather مادر بزرگ، پدر بزرگ. با grand میگیم بزرگش رو. حالا اگه بخوام یه درجه ببرمش بالاتر مثل حالت جد بشه چی میشه؟ اینو اگر کسی بگه پوان مثبت داره. این سمت هم دوباره همینطوره. مادرم و داییم دوباره از grandmother و grandfather من هستن. بیایم بچه این سمت داشتیم در مورد آنتی حرف میزدیم که گفتیم خاله، عمه، زندایی، زنمو. بچه خاله یا حالا زنمو، زندایی همشون میشه cousin.
cousin cousin. خب این cousin دیگه 8 تا معنی داره. دخترعمو پسرعمو، دختر خاله پسر خاله، دختر دایی پسر دایی، دختر عمه پسر عمه. هر 8 تا معنی رو میده. دیگه کازن که میگم نه مشخص جنسیتش چیه، نه مشخص حالا بچه خالمه داییمه چیه. خب یه چیز دیگه هم هست که حالا در ارتباط با من، خب اینجوری قلب گذاشته یعنی اینا ازدواج کرد. اگر من خانوم باشم، طرفی که ازدواج میکنم باهاش میشه هازبند من یا شوهر. هازبند نیست، هازبند. و اگر آقا باشم خانومم میشه وایف. W دقت کنید، وایف. بچه های من چی؟ بچه هم اگه پسر باشه میشه son، my son. و دخترم میشه my daughter. نکته مهم بچه اینه که son و daughter دوتایشون کلمه های فارسی هستن و از زبان فارسی رفتن توی زبان انگلیسی. هر دوتایشون لغتی هستن که توی شاهنامه هستن. خب بچه اگر سوالی از اینجا دارید بفرمایید، من نسبت‌های بیشتر رو توی ویدیوی بعدی بهتون یاد میدم که ویدیو طولانی نشه، بتونم براتون بفرستم. بچه اگر سوالی دارید من در خدمتتون هستم.